خاطره هاشون به جا میمونه. درود حق بر مجدد دوران مولانا عبدالعزیز آن گوهر ایمان. ای پیر فرزانه نور این خانه به شمع تو روشن مکی چو گلشن. الهی ما مردیم ز داغ دامنی مجاهد نستو طبیب روحانی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا ويتآمر علينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. حمد بی حد شکر بی پایان تو را ای یگانه خالق ارض و سما. جز تو ما را نیست معبود ای اله مقصد و ملجأ ملاذ و همپناه. ما فقط یاری ز تو خواهیم و بس در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما تویی یا رب فقط استعانت از سوای تو غلط. جز به فرمان تو ای دانای راز تو غنی مطلقی ای کار و ساز. کل عالم را به تنهایی تو بس خلق محتاج تو اندر هر نفس. یاری تو کل عالم را بس است جز تو را هر کس بخواند ناکس است. غیر تو عاجز فقیر و ناتوان جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا در اعانت عجز دارد ما سوا. قادر مطلق تویی ای ذوالجلال تو سمیعی و بصیر و لا یزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار
نیست نبود غیر تو پروردگار. هم محمد بنده مرسل تو را، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام اطرت و احباب او. ای خدا ای ارحم از هر مادری، ای خدا ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. رهروان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا ای بندگانت را مجیب. صل یا رب علی خیر الرسل، هادی الخلق الى خیر السبل، وعلى آله وصحبه اجمعین، وارحمنا اللهم وشافی یا معین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و کشور و دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به فضل و منت و کرم خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین سیره و روش و منهج نبوی. ولذا خداوند جل جلاله فقط پیامبر را الگوی کامل قرار داده، هیچ کسی دیگری الگوی نیست، چون هیچ معصومی از اون وجود ندارد. هرچه معصوم براتون تراشیدن دکان است و گمراهی و ضد قرآن و ضد سیره نبوی و ضد عقل و ضد ختم نبوت. و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن که کلام خدا باشد زانوی ادب بزنیم، با چشم دل ببینیم و با گوش دل بشنویم، تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از راه حل هایش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و دنیا ببریم. و این سعادتی است بسیار بزرگ، ندارت نیست کسی که چون سعادتی رو نداره و دنبالش نباشه، زیر زمین براش بهتر از روی زمینه. همه این دنیا بدون خداشناسی پشیزی ارزش نداره، بدون خداشناسی درست، بدون خداشناسی قرآنی، بدون خداشناسی دعوتی که همه انبیا از آدم تا خاتم برش ما را مشرف به مهمان بودن در خانه ها و اماکن خود نموده اید. ما و شما را با نور علم و عمل صالح و توحید و قرآن منور بسازد و دینی بی قیدمندی و از
شرک و بدعت و ضلالت و خرافه اهل بدعت و ضلالت و امامت و هر آنچه که از ترشحات حوزه های شرکیه قم و نجف می باشد و امثالشان، ما و شما را از آن پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست در این شبستان تاریک مگر با فهمیدن قرآن و عمل به آن. این کتاب کتاب هستی است، کتاب زندگی است، کتاب زنده کردن دل هاست، کتاب به سعادت رساندن بشریت است و امتحانش را در صدها سال گذشته داده است. رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند. حرف او را ریب نه تبدیل نه، آیش شرمنده تعویل نه. در شر بهترین سخن به فضل و منت خداوند جل جلاله و عم نواله رسیدیم به آیه شریفه 8 از سوره یوسف علیه السلام. بشنوین بعد از اون تفسیرش را. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن مبين اقتلوا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. بکردند چون که هستیم گرچه برادر ولی عاشق یوسف خود ولی و را دوست دارد حب او هست سر بر عشق یوسف گشت دو بگردید گمراه بس آشکار. وَإِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا. یاد بیاور، تذکر بده محمد علیه السلام و علی آله و صحبه. ای یوسف زمان که آن خوب همه دارند تو تنها دارید. آن وقتی را یاد بیاور که برادران یوسف گفت که یوسف و پدر ما محبوب تره. چون این برداشت نادرست، چون این سوء تفاهم، چون این تحلیل باعث شد که یه روزنه باز بشه برای شیطان. از اینجا از این روزنه گویا که بعضی از مداخلان رو میدونه داخل شد، گویا که به نحوی از آنها این خواب بهشون رسیده بود. همچون در جلسه گذشته
چه بهشون نقل شده باشه، چه فهمیده باشن، یا اینکه مهربانی بیشتر پدر، دوستی و عشق پدر به این کودک خردسال جلب توجهشون کرده بود و آتش حسد و کینه رو در دلشون روشن کرده بود که و نحن اصبع، یعنی چی؟ ما یک گروه بزرگیم، یک جماعتیم قوی، قدرت داریم، ما کمک پدریم، مایم که خرج به اصطلاح امروز مایم که امورشو سرپرستی میکنیم، مایم که همه کارها رو میکنیم، باید به ما توجه کنه. به جای یوسف باید ما رو دوست داشته باشه. بزرگ از یادشون که کودک دست صدد بود، کسی که خداوند آینده داده، زیبا. اخوه حب الى ابي منا، تاکید بالام لا یوسف، یعنی والله لا یوسف، بر اون چیزی که گمان میکردن مثل مراجع نیرنگ یا تشیع نبودند که بگن قسم خوردن به دروغ جایزه، خویی میگه، همه مراجعشو میگن ریب و نیرنگ به نام اسلام خوردن، نسبت به زن داشتن، بلکه ظاهرم دش میکرد. یوسف خاصه برامینه و بنیامین یا بنیامین شه، ما یک گروهیم، این دو نفر خداوند پیامبر ما از ما که جامعه هست، یک گروه هستیم بیشتر داره. ابانا لفی ضلال مبین، پدرمون در گمراهی آشکاره. یعنی چی؟ آقای تشیع نگاه کنیم، یعنی بله گفته که پدر در گمراهی مبینه، مگر نگفته که در جای دیگه که همسر پیغمبری بهش علیه السلام بهش خیانت کرده؟ این چونین فهمی، در صورتی که اینجا ضلال مبین یعنی در این موضوع مشخص که یوسف و بنیامین رو بر ما ترجیح میده در راه درست نیست، این که اونها رو بیشتر دوست داره. ورثه امام ابن کثیر شاگرد برجسته، یکی از شاگردهای برجسته امام ابن تیمیه، میفرماد که اینا هیچ کدومش دلیل نیست که برادران یوسف پیغمبر باشن، بلکه ظاهر این آیه عبارت بر خلافش میکنه. اگرچه بعضی گمانشون بر این بوده که اونا پیغمبرن و ایشون این موضوع رو رد میکنه، میگه کسی که چون ادعای میکنه باید دلیل محکمتری بیاره. و اون چه که ذکر کردن این بوده که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، آیه شریفه 136 از سوره بقره.
این آیه درش احتمال هست، چیز قطعی درش نیست، برای که قبایل بنی اسرائیل و بنتون بنی اسرائیل رو بهشون گفته میشه اسباط، همچنان که عرب قبایل گفته میشه، برای عجم ملت ها گفته میشه. خداوند سبحانه و تعالی اینجا ذکر میکنه که به انبیاء بنی اسرائیل یا به انبیاء از اسباط بنی اسرائیل وحی کرده. اینو اینجا اجمالا ذکر کرده و هر سبتی، هر قبیلی از نسل یکی از برادران یوسفه. لیکن این دلیل بر این نمیشه که این برادران همه پیغمبر بودن. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اصبع ان ابانا لفي ضلال مبين. اینجا باید دقت کنیم برادرانشونو، انواع برادران یوسفو. برادری معمولا یا از پدر و مادره، یا تنها از پدره، یا تنها از مادره. و عدد ابناء یعقوب هم 11 تا بودن. 7 تاشون از یک زن بودن، 4 تاشون از 2 زن بودن. اون 2 زن که اون 2 تاشون 2 تا زن زلفا و بلهه بود و 2 تاشون هم از راحیل بودند که یوسف و بنیامین باشند. اینجا این آیه با این گفتگو شروع میشه که اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا. لا، این لام که قبل از اسم یوسفه، این لام توکید بهش میگن، لام تأکید. درست مثل اینه که بگن به خدا قسم والله که چنینه. درست مثل اینه که بگن به خدا قسم که پدر ما یوسف از ما برادران بزرگتر بیشتر دوست داره. معمولا تأکید وقتی میاد که انکاری باشه. خب این دلالت بر این میکنه که در مورد یوسف اینا متحد الرأی نیستن، یه انکاری وجود داره که داره تأکید میکنه. یکیشون میخواد از یوسف انتقام بگیره، یکیشون میخواد نه تخفیف داده بشه، در چاهی بندازینش، و آخر الامر اتفاق میکنه که در چاهی انداخته بشه. در قولشون بویی از انصاف وجود داره، بویی از انصاف، اگرچه کل قول ظالمانه. یعنی چی؟ بوی خود انصاف نه، بوی از انصاف. اینکه اونا در این گفتگو دارن ثابت میکنن که پدر ما را دوست داره، لیکن یوسف و بنیامین رو بیشتر دوست داره. و این همون غفلت بشریه. اگه انصاف به خرج میدادن، انصاف بیشتر به خرج میدادن، باید بر پدرشون عذر میتراشیدن، بر برادرشون که کوچکتریناشونند عذر میتراشیدن. بلکه کودک نیاز به محبت داره، بزرگ همچنان نیاز داره، لیکن نه به این شکلی که کودک اگه محبت نشه دیوانه میشه، مثل همسر و بلکه بیشتر. ولذا باید برای محبت بیشتر پدرشون راجع به یوسف و برادرش خودشون از پیش خودشون عذر میتراشیدند، راه پیدا میکردند. چرا؟ برکه یوسف و برادرش علیهما وعلی نبینا الصلاة والسلام مادرشون مرده بود، اینا بچه بودند، کودک بودند و کسی دیگر رو غیر از پدر نداشتند. ولذا پدر ناچار اینجا که هم به جای مادر و هم به جای پدر برشون محبت کنه. و از طرف دیگه این محبت چیزی خدادادی که در قلب پدر و مادر میندازه، دست خود آدم نیست که. یعنی خود یعقوب این محبت رو در دل خودش ننداخته،
این مسئله خداییه، بدون اختیار در قلب هر کسی که بخواد میندازه. هر چی در هستی میبینیم از عواطف، از احساسات، همه چی از خلق خداونده. و حتی چون محبتی رو چه بسا خداوند در دل حیوانات بگذاره. لیکن حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که محبت و مهربانی رو به اندازه نیاز بگذاره، به اندازه نیاز هر موجودی. به عنوان مثال یک گربه رو که تازه زاییده، اگه یک انسان بهش، معمولا گربه از انسان میترسه، فرار میکنه، شما میری بهش غذا بدی فرار میکنه. لیکن وقتی تازه زاییده چنان به بچه‌هاش محبت میکنه که اگه شما بهش به بچه‌هاش نزدیک بشید بهت حمله میکنه. با این محبت خداوند اونو مدافع بچه‌هاش گذاشته. ولذا از یک صحرانشین سوال کردند که شما کدومی که از فرزندان رو بیشتر دوست دارید؟ بعضی میگن از مادر. گفت من فرزندی رو، کوچکترین فرزند بیشتر دوست دارم تا اینکه بزرگ بشه. اونی که غایبه تا اینکه برگرده، اونی که مریضه تا اینکه شفا پیدا بکنه. هر بچه که مریض باشه آدم بیشتر دلش با اونه. غایب هم چنین. و این چیزی است که ما شما در زندگی روزمره‌مون هم میبینیم اینو. شما ببینید یه فرزند، یه همسری که، ببخشید یه خانومی که دو تا فرزند داره، یکیشون رو خداوند روزی زیاد نصیبش کرده، طاقت داره، قدرت داره، به همه امور خودش میرسه. یکی دیگه به اندازه خودشه، نیاز به کمک برادر داره. میبینید قلب مادر با این ضعیفه. چرا؟ چون قدرت اونو نداره، امکاناتی که برادر بزرگتر داره این نداره. ولذا مسئله محبت و عشق و دوستی این مسئله عاطفیه، این تابع قانون نیست. ولذا در دایره تکلیف هم نیست. وقتی قرآن کریم هم به این موضوع اشاره میکنه، اینه که حب و بغض اینا فعل انفعالات طبیعیه، دست خود آدم نیست. هر کی رو میخوای دوست داشته باش، هر کی میخوای دشمن باش، لیکن مهم اینه که با این دوستی و دشمنی بر کسی ظلم نکنید، یا اونی که باش دشمنی بهش ظلم نکنید. بلکه دست خود آدم نیست که. شما یه انسان رو میبینید هنوز اولین بار میگوید 100 سال میشناسیدش. یه انسان رو میبینید از نشستنش بدت میاد، از تحرکاتش بدت میاد. بلکه پیامبر اکرم میفرمایند در این مورد: ان الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ارواح که در عالم عرض خلق شدند در روز الست، مثل سربازانی هستند که همدیگر رو میشناسند. گویا اونایی که همدیگر رو میشناسند دوست دارند، اونایی که همدیگر نمیشناسند با هم دوستی نمیکنند. مقصود که این قانون درسته که طبیعیه، لیکن باید در عمل کرد سبب ظلم این آن نشه. ولذا قرآن کریم در سوره مائده آیه 8 میفرماد که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دشمنی یک قومی باعث نشه که شما با آنها عدالت نکنید، ظلم کنید. عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیکتره. پس دوستی و دشمنی با هر کی میخوای داشته باش. از این خوشت میاد، از این بدت میاد، از قیافه این خوشت میاد، از قیافه اون بدت میاد، از لباس این خوشت میاد، از لباس اون بدت میاد، از چهره و ادبیات این شخص خوشت میاد، از دیگری بدت. تو آزادی، به شرطی که این سبب ظلم نشه، سبب غیبت نشه. خب ممکنه اینجا یک کسی بگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیه من نفسه. پیامبر اکرم فرموده که هیچ کدوم شما ایمان نمیاره یا
ایمانتون به تفسیر اهل علم ایمانتون کامل نمیشه مگر اینکه من از نفس خودش بهش محبوبتر باشم. در همین روایت حدیث آمده که در دنبالش که قهرمان دوم اسلام که مشهور به صراحتشه، به وضوحشه، به جرأتشه، بدون هیچ نفاقی فرمود که احبک یا رسول الله ان مالی و ان ولدی اما نفسی فلا. ای رسول خدا، تو پیش من از مالم محبوب تری، از فرزندم محبوب تری، اما از خودم نه. پیامبر خدا صلی الله علیه و تکرار کرد همین که هیچ کس از شما ایمان نداره مگه اینکه من در نزدش محبوب تر از خودش باشم. عمر متوجه شد مقصود چیه، که اینجا مقصود تقید عقیدتی و تکلیفیه و فهمید که این محبت عقلیه نه محبت عاطفی. با یک نوع محبت عقلی داریم، یعنی محبت عاطفی که در اختیار انسان نیست. محبت عقلی اینه که شما امور ناپر رو تشخیص بدید و انجامش بدید. چطور؟ دوای تلخو که دوست داره؟ هیچ کسی دوست نداره، لیکن دنبالش هم میگرده. وقتی علاجش در این باشه 100 تا داروخانه میگرده که اینو پیدا کنه. چرا؟ برای که این حب عقلی بهش میگن، برای که میخواد شفا پیدا کنه. و مسلمان باید رسول خدا علیه السلام با عقل خودش از خودش بیشتر دوست داشته باشه، یعنی سخن رسول خدا رو بر فکر خودش مقدم بدونه، از عقل خودش مقدم بدونه، برکه میدونه که اگه پیامبر خدا نمی بود شیرینی ایمان رو نمیچشید و اندک اندک پیشرفت میکنه و حتی حب عاطفیش هم بر پیامبر خدا صلی الله علیه و بیشتر میشه، به خصوص اگه سیره‌ش رو بخونه، به خصوص اگر اعمالش رو انجام بده، به خصوص اگر نوافل رو انجام بده، به خصوص اگر سنت ها رو انجام بده. ولذا میبینیم که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خط فاصله بین حب عقلی، محبت عقلی و محبت عاطفی رو بر ما مشخص میکنه. یه مثال دیگه از سیره این شاگرد برجسته پیامبر در همین مسئله راجع به حب عقلی و حب عاطفی. وقتی برادرش کشته شد، قاتل برادرش جلوش اومد، جلوش نشست. یکی از همنشینانش بهش گفت که این قاتل برادرته. عمر گفت که من چیکار کنم؟ وقتی خداوند هدایتش کرده اسلام پذیرفته، من چیکار میتونم بکنم؟ مثل خمینی و خامنه‌ای نبود که قبل از اینکه برسه تو راه، قبل از تو جلسه به جا خودش تو خیابون بگم ماشینش زده، تصادف کرده. 100 تا راه ترور، تاریخ تشیع، تاریخ ترور و قتل و غارته. خوارج هم اینجوری هست، لیکن خوارج واضح هست، ظاهرا. اینا نه، این از خوارج 100 درجه بدتر هست، از دواعش 1000 درجه بدتر هست. و این حرف بنده در کنفرانس ها هم گفتن. عمر چهرهش از قاتل برادرش برگردون. قاتل برادرش اومد پیشش، گفت چرا چهرهت از من برمیگردونی؟ گفت برای که تو رو دوست ندارم، تو برادر منو کشتی. گفت که آیا دوست نداشتنت منو حقی از حقوقم محروم میکنه؟ گفت نه. گفت میخوای هر کی رو میخوای دوست داشته باش، هر کی میخوای دوست نداشته باش. بر چنین دوستی زنها گریه میکنن. بازامی که بر حق من تجاوز نمی کنی، مهم نیست برام دوستم داشته باشی یا نداشته باشی. برادران یوسف باید بر چنین موضوعی توجه میکردن که محبت والدشون به یوسف و برادرش یک فعل انفعال طبیعیه. پدر در این مورد مؤاخذه نمیشه،
برای که شرایط این دو برادر کوچک این وضعیت رو پیش آورده که اونها رو بیشتر دوست داشته باشه، چون ضعیفترن. مادرشون فوت کرده، پدر نقش مادر و پدر رو باید بازی کنه. خب این داستان که جلو میره میبینیم که هم خیر، اونایی که به نحوی از 11 نفر به نحوی از آنها افکار خیر درشونه جلوتر میرن، همونایی که افکار شر درشونه جلوتر میرن. خب اینجا ممکنه کسی سوال کنه چرا همش اسم یوسف مطرحه؟ چرا تنها از یوسف یادشون میاد؟ گفته میشه برای اینکه اونا نخواستن پدرشون رو برای 2 بچه داغدار کنند، برای 1 بچه میخوان داغدارش کنن. این یکی. یا اینکه خواب یوسف برشون رسیده و عجیب اینه که بعد از اون بگن که نحن عصبه، ما یک گروه قوی هستیم. خب شما وقتی یک گروه قوی هستید، دست به دست هم دادید و از همدیگه دفاع میکنید، چرا خودتون در مقابل یوسف میگیرید که ناتوانه؟ شمایید که به امور پدر رسیدگی میکنید، نیازاشو برآورده میکنید، پدر بازنشسته، همه اعمال خانواده رو داده دست شما، ثروت بزرگ ابراهیم دست شماست. اونا گفتن که مادامی که این کارا رو ما انجام میدیم باید پدر ما رو بیشتر دوست داشته باشه. اما این یادشون رفته بود که خودشون گفتن که ما دست جمعی هستیم، ما یک گروه هستیم، گروه قوی هستیم، 11 نفریم و نیازی به محبت پدر به اون اندازه که یوسف و برادرش دارن ندارن. لیکن اینجا در این فهم نادرست، در این تحلیل نادرست، یا در واقع در این گمراهی جلو رفتن و لذا به نتیجه غیر منطقی رسیدند. اینجاست که انسان هر تصمیمی میگیره همش بگه اهدنا الصراط المستقیم، به خدا توکل کنه. نتیجه غیر منطقیشون این بود که ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما در گمراهی آشکاره. خب این نتیجه‌ای که با مقدمات منطقی درست در نمیاد. یوسف و برادرش 2 طفلن، مادرشون فوت کرده، خیلی طبیعیه که پدر بهشون محبت کنه. و تازه به اعتراف خودتون محبت اونها مانع محبت شما نیست. شما که بزرگید و خانواده رو میچرخانید و به خودتون اعتماد میکنید، وقتی میگن که ان ابانا لفی ضلال مبین، که پدر ما بر گمراهی آشکاره، اینجا گمراهی به معنای وسیعشه. آیا مقصودشون اینه؟ نه، این گمراهی مذموم نیست. اگر این باشه همه کافر میشن، پدر پیغمبرشون میگن گمراهه، مقصود این نیست. گمراهی اینه که انسان راه حق رو بشناسه به باطل بره، بدون که رسالت بر حقه بره به سوی امامت، بدون که رسالت پیامبر اسلام ختم نبوته میگه نه 12 تا معصوم دیگه هستش. اسلام کاملیست مگه با علی، اسلام کاملیست مگه با 12 امام. این زلالت آشکاره، این زلالت مذمومه. لیکن گاهی یک زلالتی هست که مقصود نیست اصلا. یه شخص بیراهی میره، راهش پیدا نکرده، میخواد بره شمال، داره به طرف جنوب میره، نمیدونه. خب این درسته که گمراهه، لیکن این گمراهی مقصود نیست. کسی اهل حقی رو فراموش میکنه. همچنان قرآن میفرماید ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، راجب شهادت 2 زن،
یکی فراموش میکنه، دیگری یادش میندازه. و راجع پیامبر اسلام میفهمد که وجدک ضالا فهدی، تو رو گمراه یافت هدایتت کرد. این نوع گمراهیه، نه گمراهی مشهور. بلکه گمراهی مذموم اونه که شما حق رو بشناسید، ناحق رو انتخاب کنید، ضلالت انتخاب کنید. ولذا برادران یوسف در تحلیلشون، در تقدیر امرشون، در بررسیشون اشتباه کردن که پدرشون چرا یوسف بنیامین رو بیشتر دوست داره. وقتی این مقدمه اشتباه شد، نتیجه خود به خود اشتباه در میاد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میره و دیوار کج. اگر مقدمات کارشون درست می بود، به نتیجه درست می رسیدن. انشاءالله که این موضوع رو دوباره در جلسه سوم ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خداوند به من و شما توفیق علم و عمل عطا بفرماید. بریم سراغ کلیپ هاتون. امریکا، بیا ببینید دیگه. خبرنامه گویا امریکا، نزورات شهروندان امریکا به حرم امام رضا شامل تحریم نمی شود. بفرمایید. مشتی در اومدن. آقای بایدن هم مشتی بایدن در اومده. تا بدونید که بتخانه ها چه سودی داره برای دنیای کفر، برای که اونها میدونند که خودشون ایجادشون کردن، فایده هاشون برای خودشون میدونن. پیروان عمر بن خطاب سالگرد احمد شاه مسعود، این سالگرده همش نادرسته. این خیلی تون داره میرم، حتی منم نمیتونم بخونمش به سرعت. چطور دیگران؟ قبل از اینکه پیروی از احمد شاه مسعود و پسرش بکنید، این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و از عقلی که الله متعال داده استفاده کنید. خب و متوجه باشید که معیار قضاوت و نظردهی ها باید همیشه قرآن و سنت باشد و هرگز نباید خصومت ها و نظریه های شخصی را معیار قضاوت قرار دهیم و هنگام قضاوت عدالت را مراعات کنیم. آفرین بر شما. احمد شاه مسعود عقیده به دموکراسی داشت و پسرش همچنان عقیده به دموکراسی دارد. دموکراسی را برادران افغان ما در این 20 سال دیدن. هرچی دیدن تسلط دزدان و خائنان و نوکران بود. تصویری که من در ذهن دارم برای آینده افغانستان، رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین کنه. یک از اهداف و آرمان‌های همیشگی ما بوده. ما همیشه را تاکید کردیم به این عقیده ماست که یگانه راه حل معقول در افغانستان فقط از طریق دموکراسی است. وقتی که این حرفا رو زده، مقصود ارضای غرب بوده، ولی نتیجه رو انسان عاقل اونه که از تاریخ عبرت بگیره. نتیجه دموکراسی رو ما در افغانستان دیدیم. یک شب امنیت نبود در این 20 سال.
است یک انتخابات ممکن است و اینکه هر انسان یک رأی خود داشته باشد و ما دستیم به روز در قابل قدرت بودیم این پروسه را تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان کردیم. Gonna fight for democracy as we speak today. Gonna fight for democracy as we speak today. هرچند در ویدیوهای قبلی به طور مفصل دموکراسی رو تشریح کردن، باز هم بیاید مروری داشته باشیم. دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که ما قانونی که خدا ساخته چیزی به نام آسمانی نمیشناسیم. بزرگای دموکراسی که خودت است که یشتوکا و خرزابطای دموکراسی گپ میزنن، با که خرزابطا جنجال نداریم. اینا جنرالای دموکراسی چی میگن؟ جنرالای دموکراسی میگن که ما باید قانون رو پایان کنیم از آسمان به زمین. جنرالای دموکراسی انسان رو خدا میکنن، اصلا با خدا کاری ندارن، اصلا آسمان بی آسمان پیششون. قانون اینه بشر جای خدا بنشینه. فلسفه دموکراسی اینه. حکومت مردم توسط مردم برای مردم. پس اینجا چیزی در دموکراسی به نام آسمانی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که انسان سالاری. انسان سالاری چی معنی؟ یعنی انسان سالار قانون ساز است. انسان کسی است که قانون میسازه. پس خود دموکراسی از دیدگاه قرآن یک اندیشه طاغوتی است. چرا که قانون برای بشر میده. پارلمان اگر گفت شراب حلال است، اوکی شراب حلال است. اگر پارلمان گفت شراب حرام است، شراب حرام است. هر چیزی رو که هر قانونی رو که میسازه کی میسازه؟ پارلمان میسازه. پس پارلمان گروه از طواغیتی هستند که قانون ضد قانون الله میسازه. انتظار شما از حکومت جدید امریکا چی است و پیام شما برای آقای بوش چیست؟ و پیام ما با آقای بوش است که اگر در قسمت تامین صلح در افغانستان توجه نشد و مردم افغانستان در راه رسیدن صلح کمک نکنند، به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها. قبل از همه از دعوتی که اسمه شده توسط پارلمان اروپایی و جناب رئیس که در رأس پارلمان اروپا قرار دارند اظهار سپاس و تشکر میکنم. ما خواهان ایشونو دعوت کردن، بقیه رهبران جهادی رو از جمله رئیس حزب اسلامی رو همه نیتو تحریم کرد. چرا؟ یک اقدام و یک تصمیم عملی است. نوع کمکی که ما تقاضا داریم نوع کمک همه جانبه است در تمام قسمت‌ها و در تمام ابعاد. ما با تمام کشورهای همسایه و تمام کشورهای آسیای میانه روابط بسیار نیک و دوستانه داریم. ما از همکاری‌های سیاسیشان تشکر میکنیم، از همکاری‌های بشریشان تشکر میکنیم. در ارتباط با کمک‌های تسلیحاتی We are the first line of defense. We are defending Europe, we are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves. این احمد پسرش که در سخنرانی میکنه، اون شخصیت مشهور یهودی هم در پهلوشه که در هر فتنه در خاورمیانه بود اون حضور داره اونجا. But for everyone. این آقا رو نصیحت کردم، نصیحت گوش نکرد، با فرار کرد آخرش. If he was alive, none of these events that happened, it would happen. If he was alive, the 9/11 wouldn't happen. کسی که با کفار هم پیمان میشن، کسی که با کفار همکاری میکنن، کسی که در پالی کفار استاده میشه، ولو که معتقد به این باشه که اسلام دین حق است، ولو که معتقد به این باشه که یهود نصارا باطل است، ولو که به اعتقاد باشه کسایی که با ما با اونا میجنگن مجاهدین اینا. این شخص کیه که این حرف میزنه؟ لطفاً توضیح بدین که این شخص کیه. اینا مردم صادق هستن، اینا شهدا هستن، کشتایی که اینا میشن، ولو که برامز معتقد باشه خب به خاطر درهم و دینار، به خاطر یورو و دلار در صف قرار گرفت. اینا متوجه باشیم که اسلام بریده است، به خاطر این تکییف شرعی است. و من قرآن به صراحت در سوره مائده که جمله سوره مدنی است، به صراحت قضیه را اعلان میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی کسانی که ایمان آوردن شما یهود و نصارا را شما با چی نگیرید؟ به ولایت نگیرید. در این ولایت بیست به کسی دیگر شما پیروزی بتین، در پالیت دیگر استاد شوید، به سرپرستی نگیرید، امیرشون نشید، مزدورشون نشید، دیگر پشتیبانی کنید. قرآن
بترتیب از میفرماید بعضهم اولیاء بعض، اینا بعض اینا نصرت دهنده بعض دیگر است، در میانشان تناصر است که دیگر پشتیبانی میکنند که دیگر نصرت میدهند. هر کسی که تولا کرد در عقیده چی رو بخوانین؟ عقیده تولا و تبرا را حتما بخوانین. اگه میخواین که عقیده‌تون چی شود؟ حفظ شود. این عقیده تولا و تبرا را از بسیاری کتابا و از بسیاری چیزا چی کردن؟ کشیدن که مردم نفهمن. یا آیت قرآن چی میگه که هر کسی که دوستی میکنه و محبت میکنه به امرای کفار، اونا را پشتیبانی میکنه و از اونا دفاع میکنه، قرآن چی میگه؟ فإنه منهم. همین ماکرونی که به پیامبر اسلام اهانت میکنه، در کشورش اهانت میشه و طرفداری میکنه، همین آقا ببین که جایزه میده به ایشون و عکس میگیره. این جمله کی هست؟ از جمله کفار است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله قوم ظالم هدایت از این خاطر میگه این یک ناقص از نواقص ایمان است. در سر از این مسئله بسیار مردم از ایمان خارج شدن نمیفهمند. بسیار مردم است، بسیار مردم است. چرا؟ الله چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود و نصارا را دوستان نگیرین. بعضهم اولیاء بعض. خود یهود و نصارا بعضی از اونا دوستای بعضی دیگه هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم. فکر کنین قرآن چقدر صریح است، قرآن چقدر واضح است و چقدر آسان است. گفته یهود و نصارا را دوست نگیر و کسی که یار دوستی میکنه، الله میگه که من نمیگم، الله میگه و من یتولهم منکم فانه، پس اینمی شخصی که امروز دوستی کرده او از جمله از اونا به نزد الله از صف مسلمان ها چی شد؟ خارج. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. در آیت دیگه چی میگن؟ لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مؤمنا کافرها را دوست خود نگیرن من دون المؤمنین. و من یفعل ذلك، اگر کسی کافر دوست خود گرفت حکمش چی است؟ قرآن میگه. کل ما به قرآن ایمان داریم، لکن این آیت پد میگن. چی میگن؟ و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء. خلاص از جانب الله در هیچ چیز نیست. نه در اسلام است، نه در ایمان است، نه در امت رسول الله صلی الله علیه و آله است. کل ارتباطش با خالق متعال شفت دلیت. برو گم شو میگن حالا دیگه مکت اون دیگه باز میخیده صاحب اهل فلانی خان 7 دفعه حج رفته، لن دفعه 50 دفعه حج بیری، هیچ حج نرو، هیچ حج نرو، یا تو کفار دوستی نکن. حتی آیت قرآن چی میگه؟ سعی که میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. اگر پدر و برادرایتان کفر بر ایمان ترجیح میدن، اینا دوست نگیر. پدرت. خب این از این موضوع. آقای محمد عمر از زاهدان، رئیسی قرآن خوندن بلد نیست. اینو دیروز نشون دادم بیش از یک بار. هدایت شده خزری، بسیار خوب. ایشون هدایت شده تازه به نام الله پروردگار همه جهانیان. چگونه هدایت یافتن بنده خدا. این عرض کردم این نوشته های شما اصلاح میخواد، شما اصلاحش نکردید. ببینم اول این کلیپی که فرستادی بذارم ببینم چیه. صدا نداره چرا؟
کلیپ شما صداش بسته، یعنی علتش چیه نمیدونم. خب بگذاریم. بریم داستان هدایتتون. هدایت شده خزری به نام الله. چگونه هدایت یافتن بنده خدا؟ این جانب بنده در سالهای دور اول به برنامه رنگارنگ رو دنبال میکردم. در آن زمان حدود 15-16 سال پیش که اونجا من برنامه داشتم، در آن زمان من یک شیعه میانه رو، یا بهتر بگم آخرت قبول داشتم و باور ضعیف. در یکی از برنامه ها کلیپی از صحبت های خمینی گذاشتیم که قرآن قابل فهم نیست مگر با حدیث. در آن زمان به خمینی هم باور داشتم. به فکر فروختم مگه داریم که کلام خدا قابل فهم نباشه؟ در آن زمان کم و بیش باورهای این دین عمل می کردم. شروع کردم از اول قرآن رو مطالعه کردن. در 30 و اندی سال زندگیم بعد از خواندن تمام آیه های قرآن در من تحول ایجاد شد که این اسلام هست یا آن. این اسلام هست یا اونی که شیعه میگه، یعنی یا کسانی که دور و نزدیکم آشنایانم با کسانی که دور و نزدیکم آشنایان صحبت کردم، بعضی از آنها گفتن تو وهابی شدی، در صورتی که من معنی وهابی نمیدونستم، چون سوادم در حد متوسط داشتم و همیشه تصور این بود که اسلام یعنی شیعه که آشنایی داشتم. عقیده اول رو به همسرم گفتم، بعد خواندن قرآن به من الهام شد. من از قرآن چیزی فهمیدم که دیگران آن رو اشتباه من از فهم قرآن میدانند. در آن زمان هم شبکه توحیدی پخش نمیشد. بنده مثل یک برادر کوچک خواهش دارم که هر کس با هر دینی که فقط یک شرط داره بدون تعصب قومی و نژادی قرآن رو مطالعه کنه به لطف خداوند هدایت میشه. آفرین بر شما. دعای بنده کوچک شما برای همه مسلمانان جهان و تمام انسان‌های منصف و طالب حقیقت. خدا حافظ و ناصر. خیلی متشکرم از شما. کاش که داستان هدایتتون رو بیشتر از این می نوشتید. سلام، یک سوال داشتم. وقتی ما می رویم پاکستان پیش فامیل های خود، اونا رسم خوش آمدی که دست همدیگه رو ببوسیم چطوره؟ با فامیل و خانواده مشکلی نیست، به شرطی که پدیده اجتماعی در نیاد، تقدس بازی نیاد. این یکی. دومی که خم نشید. آقای شریف نارویی، مولوی متوکل، نگفتید که موضوعش چیه؟ 5 دقیقه موضوعش چیه؟ تا دیر روز قبلش جهاد میکردی، امروز عکسی از او دمی زیر سلطه تو بالا شده به نام شهید. تو که خط جنگ کرده بودی، در زیر سایه عکسش تقریر کرده رویستی، غیرتت میمونه. چرا دیگر کلمه جهاد استعمال نکن؟ کلمه مجاهد پاک به خود منصوب نکن. مجاهد کیست؟ برای حدیث پیغمبر تعریف کرده. کیست؟ من قاتل فی سبیل الله، کسی که در راه الله جهاد میکنه، برای زبان جهاد نمیکنه، برای تنظیم جهاد نمیکنه، برای سمت جهاد نمیکنه. مجاهد کی را میگه؟ خوشستن از منطقه دفاع میکنه. قهرمانای ما. کدام قهرمان؟ کدام قهرمان؟ قهرمانی که ناموس خود در اروپایی رمان کرده، در ویزای امریکا و فرانسه و لندن رفته، شبها دیر میکنه. کدام قهرمان؟ ببینیم از این باید باکی نداشته باشیم که امروز ملت ما میروه، عاملش امی مردم است. جنگ، بدبختی و ایرانی، زدن، کندن، هیاهوی، حتی پایتخت یک سرکش جور نمیشه. مردم از گرسنگی میمونه. عاملش کیست؟ ما در جای یک پاچا دو پاچا باید داشته باشیم. آقا چیکار کردی؟ این که میکنه ها به غیر تازی قابلید این خبصا در هر جای یک جای میشه. هر جای
الکفر ملت واحده. کلشان دمی روزا امی سردمدارای ممالک اسلامی دمو مجلس ها در اونمو کمیسیون ها وجود داشت. بی غیرت های ممالک اسلامی امونجا تمام روز سری بشار اسد گپ زده شد. بلوک شرق و غرب گپ میزنه. کدام یکیش همی قدر گپ میزنه که فلسطین چی حال داره؟ طفلای فلسطین چطور میمانه؟ این بیت المقدس که دست به زنان انداخته میشه. تو مسلمان مملکت اسلامی سردمدار همونجا نشسته هستی، ولی کلشان اتفاق میکنه که بله گروپی که لا اله الا الله میگفت بعد نگذارش، گروپی که میگفت قرآن متوجه شوی او را بعد نگذاره، کل ما دست خدا یکی میکنیم. روس و امریکا سخت با هم مخالف است، هیچ کدام یکی دیگه خدا نمیخواه فوقیت حاصل بکنه، اما برای کوبیدن مسلمان، برای از بین بردن مسلمان متحد است. دست سر از یک جاغه میکشه، دستش یکی است. اما ما تو مسلمان نصف ما در غلامی از او خود کار کنیم، نصف ما در غلامی از او، فقط مسلمان بکوبیم. عجیب اسلام، عجیب دین. گپی ما در کجا بود، در کجا رفتیم، دل درد میکنه. دل ما درد به این میکنه که همین مسلمانایی که روزانه فیسبوک ها را پیش میبره عمری تضایع کردی. جوان ای بیادرکم نکو، پشتی زبان نگرد، پشتی تنظیم نگرد، پشتی سمت نگرد، این لعنت او طرف بنداز. زمانی که اسلام لا اله الا الله آمد، این بدبویا کلش در چا انداخته شد. افتخاری تو لا اله الا الله محمد رسول الله است. کسی که به این دین متمسک است، به این دین پابند است، به این دین قایم است، میخواهم این دین قایم شود، او برادرت است، او برادرت است. از پدر که امروز پیدا شده که این نظریه و فکر نداره، عقیده را نداره، برادرت نیست. لیکن ما از کی گله بکنیم، از کجا گله بکنیم، از کی گله بکنیم و از کجا گله بکنیم؟ مردم بیچاره ضروریات اولیه دین نمیفهمه. این مسائل خو خیلی در تاقی بالاست. مفهوم توحید تالیل نمیفهمه. توحید چیست؟ این موضوعات خود دور بگذار. این جنگای سیاسی، این میدانی گرم سیاست که امروز ملت ما فقط تکلیفا را کشیده رایسته، حلال کده بروند، یکی دیگه خدا زدن بکنه، یکی دیگه خدا خیر و خلاص، دیگه چیز باقی نمانه. هر جای بمره مسلمان بمره، به هر نامی که باشه. هر جای شکنجه میشه مسلمان شکنجه میشه، به هر نامی که باشه. فقط و فقط این دنیای کفر فقط اونجا نظاره کنه، یک اسلحه ناتمرین شده را بالای تو مسلمان استعمال کنه و بیاره بری تو بده استعمال کو، خیر و خلاص، دیگه چیزی باقی نمانده. بالکل آخر زمان است، یک چیزی باقی نمانده. خدا رحمتش کنه. بشنوید ای سپیان و خونخوار که چه قهرمانی را کشتید و خداوند خونش را ضایع نگرداند و کسانی که او را کشتند خداوند به سزا، به حقی را که سزایشون برسانه. ببینیم آقای خمینی که سردسته قالیان و قاتلان و تروریست هاست، ببینیم چی میگه. اگر بخواهد کسی تعذیب بشد با علم تعذیب چرا چیش نمیاد؟ الان اگر بخواهد کسی تعذیب بشد با علم تعذیب نمیشد. علم انسان را تعذیب نمیکنه. راهی علم این حرف حقی قصد باطل درش هست. با علم انسان تهذیب نمیشه، لیکن تهذیب نیاز به علم داره. اینو باید بگید. با علم یک سلاح، یک شمشیره. شمشیر نمی جنگه، لیکن جنگ بدون شمشیر ممکن نیست، جنگ بدون سلاح ممکن نیست. یک چهره حقیقت گفتن لوس کردن حقیقته. بریم جلوتر. انسان را به جهنم میفرستد. راهی علم توحید انسان را به جهنم میفرستد. گاهی نمیدونم مقصدش چیه. این گاهی اگه علم توحید داشته باشه
و شرک بکنه بله، اما خود توحید شرطش اولا علمه. فاعلم انه لا اله الا هو، بدون، بشناس، علم داشته باش. یعنی حتی توحید قبل از توحید علمه. گاهی علم عرفان انسان را به جهنم میرساند، گاهی علم فقه انسان را به جهنم میفرستد، گاهی علم اخلاق انسان را به جهنم میفرستد. با علم درست نمیشد، تزکیه میخواد. یزکیه، تزکیه مقدم است بر همه چیز. این حرف نادرسته. تزکیه بعد از علمه. تزکیه بدون علم همینه که پیش خونخواران صوفیه میبینیم که موحدان رو میکشند، خونخواران سیفی. تزکیه بدون علم همینه که بین عقرب خوران و مارخوران و لامپ خوران صوفی منش میبینیم. علم مقدم بر تزکیه. اولین کلمه که بر پیامبر خدا نازل شد چی بود؟ تزکیه بود. اقرا، بخوان. لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق، خواندن به نام خداست که تزکیه میاره. صوفیه به قول یه مسئله در فلسطین هست، میگن که دینو از دمش گرفته. این خرت پرتای تصوفه که داره اینجا این حرفا رو میزنه. اگر بخواهد کسی تعذیب بشد، با علم تعذیب نمیشد. بله، این حرفش نادرسته. و دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید و نوشتم فرستادید. دوستانی که میخوان کلیپ ها جواب داده بشه، هر روز این موضوع رو عرض میکنم، حتما اون کلیپ رو پیاده بکنید که کار من راحت بکنه، فوری بخونمش جوابشو بدم. آقای محمد از روسیه، اگر کسی از استاد دایی احوال دارد بدون زحمت احوال برساند. ایشون در به خاطر جنایت و جرم سیفی ها مخفیه و همه دعوتگران توحید بهتر اینه که در این فرصت خودشون رو مخفی کنند یا از افغانستان برن بیرون تا دست این وحشی ها نیفتند. چه سبب امنیت می شود؟ مولوی متوکل. میخوایم اول موضوع خودم متمرکز در همین نقطه بسازم که سنگر چقدر اهمیت داره. برادرای مسلمان ما باید بیدار ما شب بدانند که دشمن از کدام روزنه ما را شکار کرد. لطفا موسیقیشو بردارید. این موسیقی که بر روی سخنان علما میذارن یک جنایت، یک خیانته. دین و معصیت یک جا جمع نمیشه. آقای یوسف، خبر خوش خبر باشید انشاءالله. امروز خانگوی دولت طالبان اعلام کرد که از این به بعد به افراد فرصت طلب و فریبکار اجازه نمیدهیم که از آدرس ملت و کشور افغانستان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک کننده را فریب دهد. این به معناست که جلوی تاراج بیت المال گرفته می شود. تا کنون در این 20 سال بالغ بر ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار از پولهای سرازیر شده به کشور توسط دولت دزدها غاره شده است. بله، که الحمدلله این باب دزدی محسوس شود. بله، این کار خوبیه و خوبتر از اینه که جلوی خونریزی گرفته بشه. امنیت همچنان که برای غیر مسلمانان ایجاد شده، همچنان که برای مشرکان ایجاد شده، همچنان که برای شیعه و سیک و لایکا و دزدان سابق و همه اینها امنیت ایجاد شده، همین امنیت حداقل برای موحدان هم ایجاد بشه، برای اهل سنت و جماعت ایجاد بشه، برای غیر مقلدان ایجاد بشه، جلوی درندگان سیفی گرفته بشه.
آقای ابوالفضل هدایت شده علیکم السلام. آیا تا حالا هم شاگرد پرورش دادید تا بعد شما این برنامه ادامه داشته باشد؟ دین مال خداونده، با رفتن این و آن دین تعطیل نمیشه. حافظ این دین خداونده، توجه میکنید؟ و همه کسانی که این برنامه ها رو گوش میکنن انشاءالله جز شاگردان نجیبند. از خود سخن گفتن خیلی سخته برام، آدم دچار عجب و غرور میشه. آقای مهاجر افغان، اینم از درس آخوندهای ایران. نه بابا این درست کردن. این ساختگیه. آیا یک مسلمان میتواند همچون ساختمان های در نصرانی ها کار در ساختمان کلیسا مقصودشونه، در دارالکفر بله، در دارالاسلام نه. در دارالکفر برای اینکه کشور خودشونه، مگر اینکه کار حلال پیدا کنه. آقای شاپور همنی یا همتی، آیا میدونید که قرارداد ترکمنچای یک قرارداد 100 ساله است و همکنون به پایان رسیده است و باید ایران و نخجوان به ایران جدی میگی؟ ایران و نخجوان به ایران بازگردانده شوند. آیا میدونید ارمنستان همکنون باید جزو مرزهای ایران باشد؟ آیا میدونید که شهر قفقاز باید دوباره به خاک ایران بازگردد؟ همین آخوندهای شیعه بودند که سبب رفتن این شهرها شدند. خب این اگر این حرف درسته دلیلشو بگو، اینا که ادعاه، دلیلشو بیار. جوان 18 ساله هدایت شده، نمازهایی که جهریه خونده می شود رکوع و سجود و تشهد هم جهر به خودش چه حکم میدن؟ نه، اینا تشهد جهریه فقط فاتحه و سوره که جهریه خونده میشه در دو رکعت اول، اما بقیه نه. نمیدونم شما الان صدای منو میشنوید یا نه، دوباره جواب بدم براتون. سلام بر شما. از کار جهریه خونده نمیشه، فقط در دو رکعت اول نمازهایی که جهریه خونده میشه فاتحه و سوره جهریه خونده میشه، بقیه نه، بقیه همه سریه. اگر با امام هستید که امام تکبیرات و جهریه میگه. خدا حافظ شما باشه. دوستان خواهش میکنم مسیج نگذارید، بنویسید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ملازاده، امروز 2 بار زنگ زدیم نبرداشتی. یک سوال شریعتی مهم برآمدگی باید که فهمیم شه. ما یک گروه جوانان تاجیک از شهر روسیه به شما زنگ میزنیم. خواهش میکنیم تلفنتون رو بردار، یک سوال معین کنیم. علیکم السلام و رحمت الله. هر سوال مهمی که دارید بنویسید. من فرصت برداشتن تلفن ها و فرصت شنیدن مسیج ها ندارم متاسفانه، تنهام. هر سوالی دارید با فارسی واضح بنویسید یا با عربی و در برنامه زنده جواب خواهی شنید. خدا حافظتون باشه.
آقای محمد باقر از سنندج. سلام علیکم. با توجه به اینکه برنامه زنده ساعت 7:45 به وقت تهران شروع شده، ساعت آغاز برنامه در اطلاعیه 8:30 می باشد. مگه الان ما 5 شروع میکنیم؟ 5 یا اگه 2 ساعت اختلافه باید 7:30 بشه، اگه 3 ساعت اختلافه باید 8:30 بشه. دقت میکنید؟ یعنی من میذارم اختلاف ساعت باید 3 ساعت باشه. به این خاطر من نوشتم 8:30. آقای متوکل محمد حنیف: بله، یکی از برادران از تاجیک فرستاد، اگرچه ضبطش یه خورده اشکال داره. اگر شما بهتر شو دارید که ضبطش خوبه بفرستید لطفا. مثل رکوع و سجده تشهد را جهر بخواند چه حکمی دارد؟ برخلاف سنته. تشهد جهر نباید خونده بشه، رکوع و سجده هم جهری نباید باشه، سری باید باشه، همون اندازه که خودش بشنوه فقط. به نظر شما امر آس داره به عظما درس میده یا برعکسه؟ امر آس اون نیست که شما شنیدید. بارها راجع به امر آس صحبت کردم. امر آس شیعه هم تک تک اصحاب پیغمبر رو بدنام کرده، برای که این مذهب به وسیله کلیسا و کنیست و آتشکده درست شده برای بدنام کردن حاملان دین پیغمبر. برای وقتی شما شاگردان یک استادی رو خراب بکنید، در واقع خود اون استاد خراب کردید. یهود و نصارا به خود استاد حمله میکنن، به خود پیغمبر علیه السلام حمله میکنن علنا به روش‌های مختلف. شیعه رو به کار گرفتن بر تخریب داخلی. اینجا مقصود از شیعه آخونده و روحانیت فریبکار و تشیعه. ابا یزید، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن، همه چیز را به گردن خدا بیندازی. اینا دروغه، همش دروغه. اینجوری میگه، امراض اینجوری میگه. دعا کنیم. سرما به دست خداشه، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی، مرگ، مریضی، همه چیز به دست خدا. یکیشم گرانی به دست خداست. به گردن خدا بیندازی. از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره. قیمت دست خداست. ببین اینا کلمه حقه، لیکن قصد باطل درش هست. اینها کلمات حقی، همه چی دست خداست، لیکن مسئولیت با مردمه. به مردم عقل داده، چشم داده، گوش داده، مسئولیت داده، قانون فرستاده. اینا میخوان یعنی خیانت‌های خود را پای خدا بنویسن، این جنایته. بعد شما همه چی رو دست امام میدونستید، الان پای خدا بنویسید. شما که میگید امام همه کاره، امام آسمان رو پف کنه باد میبرهشون، الان پف کنی رها کردید. دکتر میخواستم یه سوال بکنم. قبل از سوالتون لطفا خودتون رو معرفی بکنید. دفعه قبل هم از شما خواستم که خودتون رو معرفی کنید و از چه شهری هستید. یکی از دوستان مرغداری داره، یکی از مرغاش رو اینو که دیشب جواب دادم. من کارم یه جوریه که کل ایران سفر میکنه، هر جا ایران رفتم همه جا اسم شما رو به
روی دیوار است و مردم خیلی خواهش میکنم نه این حرفا چیه. اگه شما به قدرت رسید ایران چجوری اداره میکنید؟ من نظرم اینه که روز اول هم گفتم، این حرف مولانا عبدالعزیز برادرم خدا رحمتش کنه در مجلس هم گفت بارها، اکثرا آخونده بر سر یک مسجد دعوا دارن، بر سر کشور چی؟ این یکی. ثانیاً ائمه اربعه هیچ کدوم سیاست دخالت نکردن، دین خدمت دین کردن و لذا سیاستمداران که میشناسه رفتن، اما دین اونها مذهبشون آراشون باقی موند. خدمت دینی بسیار بسیار بهتر از سیاستمداری است، اگرچه سیاستمداری کار خوبی است اگر در راه خدا باشه، یعنی تطبیق شرع، ایجاد عدالت از بزرگترین عبادت هاست، لیکن کمتر کسی است که پاش نلغزه. ولذا روز اولی که طالبان اومدن بنده عرض کردم اگه من جای شما بودم یک مولوی رو نمیذاشتم که وزیر و وکیل بشه، بلکه همه عیبه هاشون پای دین نوشته میشه. هر کسی اجتهادی داره، نه اینکه این کار منکره، منکر نیست، لیکن برای بنده تجربه اینو ثابت کرده که اهل علم در خدمت دین باشن بهتر از اینکه در خدمت دنیا باشن. در خدمت دنیا خیلی ها میتونن کار کنن و شاید هم بهتر کار بکنن. آخه مولوی بره وزیر ورزش بشه، آخوند بره وزیر ورزش بشه یعنی چی؟ وزیر معادن بشه یعنی چی؟ اینا مسخره. شما درس مولویگری خوندید، درس دینی خوندید، آره اگه درس ورزش خونده بودید حق داشتید، اگه لیسانسی ورزش بودید، دکترای ورزش بودید، بله حقته. درس دینی خوندید میرید دنیا مردم رو خراب میکنید یعنی چی؟ هر کسی که اهل تخصص نباشه در پستی بذارید اون پست اون کار خرابتر خواهد کرد، اگه بخواد درستش کنه خرابش میکنه. ولذا پیامبر اکرم میفرماد که اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، اگر کارها به غیر متخصصین سپرده شد منتظر قیامت باشید. خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید. خانم ام اسما علیکم السلام، کسی که جن تو بدنش هست چه سوره بخونیم که از بدنش خارج بشه؟ اولا هر ناراحتی که علتش جن نیست، وسوسه ها انسان رو اذیت میکنه، لیکن اگر واقعا کسی جنی شده حالتش اصلا طبیعی نیست، نه اینکه وسوسه داره، اواخر سوره بقره، آیت الکرسی، 4 تا قول خیلی مهمه، و همچنین سوره جن، سوره دخان، سوره واقعه، سوره تبارک. فعال شدن تلفن بر ما در سر زیاد داره و تجربه ثابت کرد که فعال نشدنش بهتره آقای موحد، چون بیشترین استفاده رو از فعال شدن تلفن اطلاعاتی ها میبرن، اطلاعاتی کشور دیگه، 10 نفر مکلف میکنه، هم میان عقده هاشون رو خالی میکنن هم برنامه رو خراب میکنن.
شیخ متوکل 30 ثانیه. خدا خیرتون بده. عالم برجسته و بزرگ رئیس شورا میخیزه ما مشکل با شیعه نداریم، او برادری ماست، ما مشکل با سلفی داریم. لعنت الله سری تو ولی ملای نامونا نمیشه تو سلفی رو میشه. والا هزار لعنت بر چنین ظالمان و بر چنین جاهلانی باشه. کسی که سلفی نباشه مسلمان نیست. سلف چی رو میگه؟ کسی که در راه صحابه تابعین تابعین دوام باشه این سلفی میگه. تو تا این نمیقدر گپا نمیخواد ملا خب از سی گپای تاریخوار باقی میمانه، در اینترنت باقی میمانه، 100 سال بعدم باقی میمانه. لعنت الله هر کس که همین گپی تا بشنوه لعنت الله سرت میفرسته. خدا ملعون ساختی تو همین قدر گپ درک کرده نمیتونی. این اسمش تعصب و جاهلیته. الذي يرجون فضلك امطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. آقای موحد شما کلیپ میفرستی چرا شرح نمیدی چیه؟ خواهش میکنم شرح بده نه چیه؟ بنده هر روز تذکر میدم کسانی کلیپ میفرستند خواهش میکنم شرح بدن. کلیپ ها رو ببین که طارق جمیل توسط بدعتیان دستاربندی میشود. بدعتیان کی هستند؟ اهل بدعت اینا کی هستند؟ آقای بابا جان از تاجی. بله ما این ویدیو رو در کانال زلال گذاشتیم. خدا خیرتون بده. نقد دکتر ملازاده بر سخنان تبریغ‌آمیز مولانا ثبات الله مولوی زاده. سخنان برادرشون هم دیشب خوندم. بله خدا بهتون خیر بده. خیلی متشکرم. طاغوت چه معنا داره؟ طاغوت این سرکش، کسی که طغیان میکنه، سرکشی میکنه، از دین در دین خدا سرکشی میکنه، از راه خدا سرکشی میکنه. و هر حکمی غیر حکم خدا طاغوتیه. آیا در همه خانه ها جن هست؟ نه خیر. هر جایی که نماز باشه، عبادت باشه، جن اونجا نمیره. هر جایی که معصیت باشه جن هست. آیا شاگردان مولانا عبدالحمید جواب نامه نوشتن در حاضر دادن؟ نه خیر. نه خیر، هیچ نامه نیومد. میآمد میخوندن. غالب مردم تصور میکنن قرارداد ترکمنچای 100 ساله است ولی مطابق مواد قرارداد ابدالمدت است، دائمی است. یعنی مدرکی از دکتر فروزش براتون میفرستم، ارسال کردم، ولی اگر بخواهید متن قرارداد هم بتونم براتون بفرستم. نه فقط اینو میخوام بدونم که وقتی ابدیه دیگه هیچ ابدیه. این اولین بار که شنیدم که 100 ساله که خوندم براتون. من حسین هستم از تهران. خیلی خوش آمدید. آقای حسین از برادران افغان هستید. از چون هستم و استم نوشید، درسته؟ اگر لطف کنید بگین که از چه قومی هستید که بهتر بتونم با شما تفاهم داشته باشم. آقای محمد از روسیه. استاد از این جمع بزرگ که امید ابتحار شاگردی شما را دارد، خواهش میکنم هر روز از 15 سال قبل و شاید بعدتر در کوچه بازار خانه دل در خود سخنان گوهربار شما نشمشت. لطف دارید. خدا خیرتون بده. خداوند به دعوتتون برکت بده. آیا دست دادن با زن جایزه؟ اونم یک عالم؟ نه. عالم یا غیر عالم؟ نه جایز نیست، حرامه. و
توسط بریلوی ها امامه به سرش گذاشته میشه. پناه بر خدا. دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے. این که اردوه. امامه روی امامه مگه همچنین یعنی چی؟ مهم اینه که آیا بر علیه بدعت‌های بریلویه که همون سیپی‌های خونخوار باشند شبیهشونند، آیا بر علیه اینا حرف زده یا نه؟ مهم اینجاست. یا عقیده اونها رو داره؟ دین سکھا سکتے ہیں؟ آقای افشین شما یک کلیپی فرستادید لیکن ننوشید. درباره بینمازون بالا نوشتید. بعضی میگن که نرو اندر سرای بینمازان، که گفته نرو و میریم سرای بینمازان که بینماز نمازی بشه، بینماز اکرام میکنیم، بینماز اخلاق میکنیم، بینماز چوکی میکنیم، بینماز عطر میزنیم، بینماز زاری میکنیم تا بینماز نمازی بشه. اگر نری به سرای بینماز، اگر پیشی وکیل نری، پیشی امیر نری، پیش از پادشاه نری، اور نری دعوت ندی، زاری نکنی، التماس نکنی، غمینات نکنی، اما جهنم میره. این فرهنگ غلط قدیم نیه عزیزا. یاد هر کس بلا بردی گم نه احب لله و ابغض لله باشه، محبت به خاطر خدا، دشمنی به خاطر خدا، اما پیش دشمنا هم میرین، دشمنا دعوت. این حرف بسیار جالبه. آقای محمد عارف جان مرادی کیه ایشون؟ آقای سامان از بلوچستان. گفتگوی زهرا مشتاق روزنامه‌نگار ایرانی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ایران اینترنشنال. قراره که زبان رسمی افغانستان پشتون باشه. دو زبان رسمی داریم. من که صحبت میکنم با شما فارسی داریم. زبان رسمی از پشتو هم است. ما دو تا زبان رسمی داریم، هم دویشون در جای خود است. من مجوزی که گرفتم اجازه بدین بهتون نشون بدم. این مجوز من که به زبان پشتو. این صدا واضح نیست. اگه خواهش میکنم از خود از چیش بگیرید، از سایت ایران اینترنشنال بفرستید بهتره و منتظرتون هستم چون صدا واضح نیست. این ما با طالبای نوشته کرده بودیم که آسان میتونن پشتو رو بخوانند. اینا دری هم اگر باشه کدام اعتراض نیست، مکتوبای ما اینجا با دری هست، اینجا مثلا نشان میتونن. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقاضای مصاحبه شده از شما. بله. امیر شما ببینید از وزارت خانه آمده. شما ببینید به زبان فارسی. ما امروز کار کردیم این سرش. بله. پس شما از این به بعد دو زبان رو رسمی خواهید دانست. قبلا نموده بوده و هم فارسی دارید. نه تغییر نمید. که دارید. چقدر فرهنگ دغدغتونه. کلیشه جواب ندید، خواهش میکنم. اصلا تو عمرتون سینما رفتید؟ هیچ وقت موسیقی شنیدید؟ هیچ وقت تئاتر دیدید؟ آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟ این سوالای خبیثیه. نه سوالای خبیثیه که بر علیهش برنامه درست کنن. چون همین حرفا رو راجع به خمینی زدن که هیچ وقت این کار نکرده، این کار نکرده، این کار بعد دورات کرده. اینا اینطوری نیستن. اینا 20 سال جنگیدن، 40 سال جنگیدن، 40 سال جهاد کردن. چند سال 2 سال هم حکومت کردن، 2 سال حکومت، 4-5 سال حکومت کردن. میتونم از شما مسئولیت دارم یه سوال بپرسم؟ خیلی من رو ببخشید، ولی برای من به عنوان یک روزنامه نگار که اتفاقا فیلمساز هم هستم
میگم خدای من، آقایان برادران طالبان تو عمرشون سینما نرفتن، پس چطور راجع به سینما تصمیم میگیرن؟ تو عمرشون یک تئاتر نرفتن. این چه منطقیه؟ این هم شد منطقه؟ آقا کسی شرابخونه نرفته، چطوری راجع به شرابخونه تصمیم گیره؟ کسی روسپی خونه نرفته، چطور راجع به اونجا تصمیم گیره؟ اینا شد سوال احمقانه. فقط میخوان روشنفکر بازی در بیارن. خواهش میکنم این کلیپ رو با صدای بهتر برام بفرستیم. اسلام دین تقدسگرایی نیست. اسلام دین تقدسگرایی نیست. مولوی ها و علما حق ندارن و آخوندا مردم رو در جهل و بیسوادی قرار بدن که ازشون یه مراسم جدید هم اضافه کنند، مراسم دستبوسی پیروی بکنن و بر اونها مسلط باشن. ما باید دین خدا اون طوری که هست به خاطر خدا یاد مردم بدیم. حتی اگه مردم دین خدا رو یاد گرفتن احترام هم نکردن اشکالی نداره. اجازه ندید کسی دستتون ببوسه. در هر جایگاهی که هستید، هر شیخی که هستید، ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش، اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه. مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه؟ اون شیخ سیپی ها، این سیپی های آدم خوار از همین فرقند. خب اون دستکش میپوشید که مردم که میبوسن دستکش رو ببوسند که دستاش چیز نشه، به اصطلاح خراب نشه. پناه بر خدا. ضربه ای که اسلام از متصافه خورده از کفر نخورده است، چون ضربه داخلیه. تعریفی از رسول الله، آقای بشیر احمد از مشهد. Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shia, but through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. از خانم بی نماز زن گرفتن، اما همان زن نمازخوان است. خوب است، آدمی که زن نمازخونه جایزه، لیکن آدم سعی کنه که از خانواده دیندار زن بگیره،
که به دردسر مبتلا نشه. اگر پدر و مادر در خانه عهد را در حق فرزندان رعایت نکرد، حکمش چیست؟ حکمش اینه که ظالمند، روز قیامت سوال میشن. آبی دره یعنی چی؟ مقصودتون چیه؟ در آبی دره یگان نجاست افتاد، آیا آب دره حرام است؟ مقصودتون از دره چیه؟ دره یعنی رودخانه؟ نه، رودخانه حرام نیست. آب رمان با نجاست نجس نمیشه. رمالی یعنی چی؟ یعنی جادوگری. خدا و خرما یک جا جمع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دین و دنیا یک جا جمع نمیشه. خدا یعنی دین، خرما یعنی چون هم وزنه. یعنی این است که شخصی که در راه خدا حرکت کنه باید از همه چیز در زندگی بگذرد. این کار همه کس نیست. این کار هر کس نیست. خرمان کوفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن. لیکن دعوتگران باید چنین باشند تا دیگرانشون متاثر بشن، تا بتونند پیام به درستی برسونند. آقای کیان هدایت شده. چشم، اینو خودم میخونم همچنان شما توصیه کردید و بعدم اگر لازم بود پخشش میکنم. خب دوستان، یک کلیپ رو بشنویم، من 3-4 دقیقه بعد برمیگردم. این کلیپ مستند تاج و عمامه. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا حتی اگه به ظاهر تجزیه طلبی نیست باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان آذربایجان، هر حرفی آموزش‌ها بچه‌هامون میان مدرسه تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه نمی‌تونن فلان آموزش زبان مادری کنید. به شدت باید سرکوب بشه. آموزش زبان مادری نداره. من میگم زبان مادری ها. دقت کن. خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری رو کوتاه اومدن. منم قبلا این کوتاهی اومده بودم، بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاه بیای فردای پدرسوخته‌ها میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی هم به زبان کردی و ترکی بخونیم. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یک کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از همون ابتدا تمام این بحثا رو گرفت. الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنیم لباسای قومی رو جمع نکنیم، جلوی این بچه بازیایی که آقا رسانه استانی زبان خودش و اینجور مسخره بازی‌ها، جلوی اینا رو نگیریم. اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندیم، نه هم بومی، متاسفانه من نمی‌بینم به سمت بومی کردن، به این میگم بومی سازی. باید بریم به سمت حمله. این کار رو خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه به درستی داشتیم انجام میدادیم. همین توهین می‌کنن جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. باید تمام گفتمان‌های قومی جلوش گرفته بشه. با قدرت، نه بحثای تنده، نه بحثای سال‌ها به این قضیه کار باید جلوی این قضایا گرفته بشه. مردک پلشت. تو این زمینه درود به شرف رضا شاه و محمد رضا شاه من بفرستم. ببین ما باید انصاف داشته باشیم دیگه. این دو تا شاه
طبق اقتضاعات بالاخره زمان خودشون آقا اصلا بیبرو برگرد کلی باج دارن به آمریکایی یا کشور غربی، حرفی نداری. ولی یه کاری کردم خدا شاهده، در حوزه داخلی به شدت جریانات پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و غیره رو، به ویژه جریانی که اصلا نمیذاشتن شما مساجد سنی رو نگاه کنید که زمانش چند تا بوده، الان زمان جمهوری اسلامی متاسفانه ببین چقدره کوچیک حمله سنی ها هست. این شایی که انقدر فوش میدی اتفاقا کلی برنامه ریزی کرده بود که از همین سنی ها داشت شیعه میگه کوچیک حمله سنی ها هست. شما تروریستای وهابی بگم من کوچیک تمام سنی های ایران هستم های پایگاه های اینترنتی مخالفین جمهوری اسلامی همگیشون دم از مظلومیت سیستان و بلوچستان از عمری های زاهدان میزن. تازه اونا مظلوم نیستن، همه اینها قاچاقبر مواد مخدر، همگیشون تاجر مواد مخدر، مدارس الا ماشاءالله، مساجد الا ماشاءالله. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. این شایی که انقدر فوش میدی اتفاقا کلی برنامه ریزی کرده بود که از همین سنی ها داشت شیعه میکرد. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. کوچیک حمله سنی ها هست. در زمان پادشاه فقید عمر کشون داشتیم ما. آقا عمر کشون شما یک بخشی از بحث شیعه همین جزئیاتش به همین عمر کشون نشونه شیعه.